چرا مردم تاجیکستان برای یک تخم غم میخورند و از گرانی تخم به داد آمدند؟ از گرانی تخم مرغ. چرا غذای یک روزه گربه اولاد رحمانوف از غذای یک ماهه و نیم ساله یک تاجیک قطاری بیشتر است؟ چرا مردم ما هنوز هم از زمستان زمحریر سیاسی بیرون نمی آیند؟ اینجا برلین و من دادا جان عطاالله. زمستان سال 1992 حکومت رحمانوف، حکومت نو به دوشنبه وارد شد و حالا زمستان سال 2022 است و 3 زمستان سیاسی که در تاجیکستان ادامه دارد. کی به تاجیکستان بهار آزادی میرسد ما نمیدانیم، اما نشانه های خیزش مردمی، نشانه های انقلاب امروز احساس می شود. مردم آنقدر به جان آمدند که اگر چند مدت پیش از گران شدن نرخ سبزی یا پیاز می گفتند، امروز از گران شدن تخم مرغ می گویند. حتی برای یک شهروند تاجیکستان خریدن تخم هم به یک معمای زندگی بدل گشته است. در قطار این ما می بینیم که اولادان رحمانوف، نبیره های رحمانوف، گربه های رحمانوف، سگ های رحمانوف غذای یک روزه شون یا که خراجات یک روزه شون 10 برابر از یک طفل تاجیک زیاد است و این نفرت مردم را میارد. امروز تفاوت بین قشر بالا و قشر پایانی آنچنان بزرگ است که و این را میتوان تنها با راه انقلاب تغییر داد. خطای حکومت در آن است که باور دارد که این مردم بیچاره هر قدر ظلم بر سرش بیاد میبردارد. ریشش را گرفت خاموش بود، فرزندش را عسکری برد و کشت خاموش بود، روزنامهش را منع کرد خاموش بود، نان دهنش را گرفت خاموش بود، برقش را فروخت خاموش بود، طفلکانش از گرسنگی و از خنکی در سال 2008 زمستان 2008 مرده بودند. این مردم خاموش بود. اما رحمانوف و طرفدارانش باید دانند که همه چیز پایان دارد. هر چاهی را هم یک پایانی هست، هر ورطه‌ای را، هر جریه را، و امروز مردم به پایان ترین درجه رسیدند و دیگر صدا بلند میکنند. من میترسم که به این راه و روشی که حکومت رحمانوف دارد یگان راه برای بازسازی، برای بازنگری نمیماند. یعنی تنها واژگون کردن، تنها سرنگون کردن نه این حکومت میماند و خلاص. اگر ما مخالفین امروزه، اپوزیسیون امروزه این کار را نکنیم، فردا دیگران حتما خواهند کرد و آنها به رحمانوف رحم نخواهند کرد. من میترسم که اگر اپوزیسیون نوی که در را میکوبد به میدان بیاید، نه تنها رحمانوف بلکه تمام خویش تبارانش را در سیمچوب های دوشنبه، در چنارهای دوشنبه و شهر و روستاهای دیگر حتما خواهند آورد. در عصر 21 عیب است که یک نفر با ماهانه 50 یا 60 دلاره و یک نفقه 30 40 50 دلار زندگی کند. آیا میتواند یک نفر با چنین پول، با چنین امکان زندگی کند؟ هیچگاه. این زندگی نیست، این بدتر از مرگ است. اما ما میدانیم که اولاد رحمانوف، خویش تبار رحمانوف، خراجات یک روزه شون شاید هزار دلار باشد. من بارها گفته بودم و باز میگویم، بهترین اپوزیسیون در تاجیکستان خود رحمانوف و خویش تباران رحمانوف است. هر یک ظلمی که آنها میکنند، هر یک جفایی که آنها به خودشان روا میبینند، طرفداران ما را روز از روز زیادتر میکنند. دیگر نقشه راه ما معین است. دیگر ما میدانیم چی میخواهیم از خودمان، از ملت و از رحمانوف. در این روزهایی که مردم از سردی، از خنکی اذیت میکشند، در این روزهایی که مردم نمیتوانند برای طفلانشان
خوراکی گرم آماده کنند. رحمانوف نبیره‌اش را پرزیدنت کیم کدام ساحه ورزش تعیین کرد. یک دوست بچه امروز پرزیدنت. شما تصور کنید دوری خودش دادرش خواهرش بود، بعد آمد دوری دامادش، بعد آمد دوری فرزندش، اکنون دوری نبیره‌هاش. من گفته بودم و باز میگویم رحمانوف از منصب رود که هرگز نمیرود یا بمیرد خرسند نشوید. رحمانوف رود به جای رحمانوف سنگک، چوبک، خسک، تورتنک، آلو بالو، شکراب، قروتاب، هزار داخونده آدنه دیگه باز میبیاد و با خونی شما را میمکد. مبارزه مردم تاجیک نباید برای کارتوشکا، برای تخم مور، برای سبزی باشد، بلکه برای ناموس، شرف، برای عزت باید باشد. اگر ما عزت خود را برگردانیم، شرف خود را برگردانیم، آنگاه ما درباره تخم و کارتوشکا و سبزی و پیاز هرگز صحبت نخواهیم کرد. عیب است که شکایت ما سبزی و تخم و کارتوشکا باشد. بعد زمستان بهار می آید. من به بهار آزادی باور دارم و انشاءالله ما به بهار واقعی آزادی خواهیم رسید. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه. Люди с того света возвращаются, чтобы голосовать за меня, ведь рабы любят своего хозяина. Простите, вы только что назвали свой народ рабами. Скажите, это правильно? Это не трагедия. Когда диктатор считает граждан своими рабами, трагедия, если граждане согласны с этим. Вот как. Диктаторский режим держится не на мне, а на самом народе. Преподаватели, которые помогают фальсифицировать выборы, а также врачи, это и есть народ. За их службу я даже не даю им деньги, которые ворую. Ничего. Они могли бы избавиться от меня. Как? И улучшить свою жизнь, но нет, почему-то они верны мне. Ненависть и преданность, как? Вот так, честно, я сам в ахуе от этого.